برای این بافت نخمون رو که محکم کردیم دوباره میایم یه تاب میدیم و 2 پایه میریم جلو. 1 و اینم 2. از اینجا دوباره نخم رو میکشم، از پایه رد میکنم و حالا 3 تا حلقه دارم. از بین این حلقه ها زنجیر رد میکنم به این شکل. 1 2 و اینم 3. قفلشون که کردیم 2 تا زنجیر میزنیم. 1 2 و حالا از این حلقه‌ای که اینجا درست شده ما میاییم 5 بار پایه بلند با ملیله رد میکنیم. این شکل یه پایه اولمون و حالا دوم از همینجا. هرچی که جلوتر میرین کم کم این پایه هاتون رو بزرگتر کنین. نگاه کنین اینجا پایه اولیم کوچیک‌تره. هرچی دارم جلوتر میرم این رو میکشم به طرف بالا تا پایم بزرگتر بشه. دوباره یه تاب میدم به این شکل. نخم رو میکشم تا پایه بعدی بزرگتر بشه. اگر خواستین گل صدفیتون بزرگتر باشه به جای 5 تا پایه 7 تا پایه و یا بیشتر، این دیگه سلیقه‌ایه. هر چقدر دوست داشتین میتونین داخل این حلقه پایه بلند رد کنین و گلتون بزرگتر بشه. اینم 5. پایه آخر رو که بافتیم میایم یه زنجیره میزنیم و به پایه بلندمون محکم میکنیم. 3 تا پایه میرم جلو. 1 2 و اینم 3. از اینجا نخم رو رد میکنم، قفلش میکنم و دوباره شروع میکنم به همین بافت، ولی این بار 2 تا زنجیرم رو که زدم میام و از اینجا پای بلنده بعدیمو شروع میکنم به بافت به این شکل. به این شکل از اینجا پای بلندامو این بار دیگه نیازی نیست حلقه اولی رو که درست کردیم درست کنیم. از همینجا از پایین صدفی قبلیش رد میکنیم، پای بلند میبافیم. نگاه کنید هرچی که من جلوتر رفتم کم کم پایه هام رو به این شکل بیشتر کشیدم تا پایه بعدیش کم کم بزرگتر بشه و گلم به شکل یه صدف در بیاد. و اینم 5. دوباره یه زنجیره و 3 تا پایه بلند. 1 2 و اینم 3. دوباره 2 تا زنجیره دوباره اومدم و از اینجا اینم از بافت صدفی با ملیله.